دوستان سلام، وقت همگی بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که این سقف رو ما هولوش 2 ماه که عایق کاری کردیم. این سقف عایق رطوبتی بهش نصب شده. این سطح کاملا آب میداد، قبلا ایزوگام شده بود، عایق کاری شده بود، سرامیک نصب شده بود، ولی متاسفانه به دلیل اینکه سطح کار عایق نبود و از سطح ایزولیاسیون خودش از دست داده بود، سطح کار ما دیگه از لحاظ آببندی کیفیت آنچنانی نداشت. مجبور بودیم سطح رو کاملا پوششش بدیم. ما اومدیم توی این سطح از عایق‌های پای سیمانی با مشای توری فایبرگلاس توی سطح اجرا کردیم. سطح کار رو کاملا استحکام سازی کردیم، محکم کردیم و بعد از اون متریالی که برای خود گروه ساختمانی بتون دکور به عنوان تاپ کد توی سطح استفاده میشه و همین تاپ کد رو توی نماهای ساختمون، توی پشت بوم‌ها، توی سرویس‌های بهداشتی میشه استفاده کرد. که ما این متریال رو اومدیم توی این سطح استفاده کردیم و سطح کار رو کاملا عایق کردیم. هیچ گونه ضربه، آسیب دیدگی، نشست، شکست، حرارت توی این سطح تاثیرگذار نیست و از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و اونایی که با مسائل های جدید میخوان کار کنن توی پروژه هاشون هنوز باشون آشنا نیستن یا یه دیشه آشنا هستن، مطمئن باشن که این متریال جایگزین بسیار خوبی برای عایق‌های قدیمیه که عایق‌های قدیمی توی این متریال کاملا حذف شده. ما در خدمت شما عزیزان هستیم، انشالله بتونیم توی پروژهاتون در خدمت شما عزیزان باشیم و در کنار شما دوستان. ممنون، موفق و پیروز باشید.